هر نفسی چشنده مرگ است، یعنی هر روحی چشنده مفارقت و جدایی از جسم خویش است. پس احدی از صاحبان ارواح باقی نمیماند مگر اینکه روح از بدنش جدا می شود. هر کسی که باشد و این مقتضای صفت قاطعیت حق تعالی است و شما را از راه امتحان بدونیک مبتلا می کنیم. ابن عباس رضی الله عنه در تفسیر آن می گوید یعنی شما را به آسانی و سختی، سلامتی و بیماری، توانگری و فقر و حلال و حرام، طاعت و معصیت و هدایت و ضلالت می آزماییم تا در عینیت بنگریم که شکر و صبر شما چگونه است. البته آزمودن به نعمت سخت‌تر از آزمودن به نکبت و مصیبت است، چرا که بسیاری در آزمون دشواری‌ها موفق می‌شوند، اما کمند کسانی که در آزمون نعمت‌ها پایداری کنند. و به سوی ما بازگردانیده می‌شوید، نه به سوی دیگران. پس شما را در برابر اعمالتان جزا می‌دهیم.